مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیزی ما. امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دهه میرانکول عظیم برای تبریک کردن به خانواده اکتم‌تاغا آمدیم. از نام فرزندان، از نام جگربندان، از نام 4 دختر، 1 کلین پادشاه و از نام مراد خلکه، مادر مهربان حاجیانا را در جشن زادروز در روز میلاد عمرشان، در روز شکرانه‌شان تبریک کرده لحظه های خرسندی را هم را هوشمایان به هم ببینیم. با ما باشید و آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز. بیرون با زادروزی حاجیانای فهمیده هوای بهار آمده است. معنیش شما رو تکلیف کنیم بیرون با. مرحبا. بیرون بدست و آب و هوای بهارانه شده است. السلام علیکم. تمام. حاجیانا مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم مهمانان عزیز، زنبانوان، خویش و تبار اما جانها، همه شمایان را به درگاه سعیدوف، به درگاه اکتم‌تاغام خوش آمدتان میگویم. برای امروز صاحب این خاندان را زوجه‌شان حاجیانه دنگاپاسوی زیبای ما، دنگاپاسوی مهمان دوستی ما جشن زادروز دارند. حاجیانه زادروز مبارک، روز تولد را مبارکباد میگوییم. امروز نام کی آمدیم شما تبریک کنیم؟ از نام 4 کلیتی در جنت، از نام مراجعانکه و پیش از همه از نام تاغاجان عزیز اکتم‌تاغا شما را تبریک میگوییم. هر مرد، هر آن پادشاه و وزیر و پرزیدنت ها هم با درجه های بلند رسیدنشان به رول مادر و زن وظیفه کلان را اجرا میکنند.
امروز انا همین اکتم دعای نیکی پدر مادر را و انا همون شما یادشان را دستگیر شده ایستاده به این درجه ها رسیدند. صاحب این خیلی فرزندهای اصیل شده که همه فرزندها صاحبی بخت هستند و از پشتی مرادکم چه آرزوها دارد جامعه عمل پیشه. مرادکم میگویند هزاران بار شکر که این خیلی پدر عزیز قهرمان خاندان داره، این خیلی مادری مهربان که برای من لایق شد آنها را به زیارت کعبه الله فرستادند. خدا کند که همین سالهای نزدیک به حج اکبر رفته بیایند، باز در خاندانمان حج آشی ها کنیم. ما خوشبخت هستیم. من بایستم چرا گفتم به 4 تا خواهر دارم اما جان شیرینی جیانهایشان، پدر و مادر دارم که در سر من دعاگوی هستند. یگان بار در حیات پیش پای پا نمیخورم چرا گفتم به دعای آنها مستجاب است، دعا کننده من هستند. میگویند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر، بیا بی بام و نام و در دعا گیر از پدر مادر، سیاه ابری همه غم ها پریشان می شود هر سو، بخندد وقتی تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. دعای اینه که آنها گفتیم، خدا با شکر از هیچ کس کم نشدیم. خدا را شکر که آنها هستند، سر ما با سایبان باشند. حاجیانه چند سال شد تویش نگش با 45 سالگی توی اما جانها کاشانه زیبای سعید خواب توی بودن 45 سال پیش. بگذار همیشه مانند این آیله اتفاق به این آیله چشم نرسد. سر و باری این آیله هر شمایان هستید، مصلحتچی خاندان شمایان هستید. همیشه صحت سلامت باشید، دعاگوی فرزندان باشید. من امروز 45 سالگی توی اکتم تاقا چند بار گل پدر کرده دیگه گملان بود امروز پدر کرده می الان نبینید که یک کمش نید بردوام شد از گل توفه کنی دیانا بانو حاضی الان گل دسته بابا جانش بمیتیم. بابا جانشان برای آنا جانشان گل دسته پیش مهمان ها تقدیم میکنن. برحمت دیانا بانو بابا جانشان میسپاریم. برحمت زاد روز مبارک باشد. برای حاجیان قبول کنید. از نام اکتم تاقا، از نام فرزندان، از نام مرادکه مبارک باشد. میگویند مادران را پاس دارید بهزی مادر شانه نیست، بحر حل مشکلی مانند او فرزانه نیست. از شراحی زندگانی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گردی ما غمخواره و پروانه نیست. یک شبه مادر که خواب نکرد و سر گوهر فرزند به الله گفته برای فرزند خوابش را بیدار گذران، هزار زر و زیور دنیا را بیاریم کم است. امروز حاجیانه شما برای 4 تا کلید در جنت برای مراجعه شبها را بیدار گذرانده در سر گوهر الله ها خواندید. انا همون نهالی که زیر زمین کردید همراهی اکتم تاقا امروز میوه و ثمرش را میبینید. خدا کند که دمی پیری به دولت پیری را دیده 120 ساله شده در سر فرزندان همیشه سایبان شده گردید. زاد روزتان مبارک باشد. و البته در اینجا نبیره ها باز گلدسته ها دارن برای آنها جانشان یک تکت میسپارن. مرحمت آنها جانشان را خدا کند که همین سال بعد همان حج اکبر همراهی حاجیانه نصیب کند. با چنین نیت ها انا همان کتابی که خودش قرائت میکند الکترونی برای هر دوی شما آوردیم، تاج سر میکنیم، عزیات میکنیم و به زیارت کعبه الله خدا را رساند شمایان را ما باشد برای پیشوازگیری شمایان بیاییم. مرحمت کتاب را پیشکش میکنیم برای هر دویشان، هم برای اکتم تاقا هم برای حاجیانه. مبارک باشد. توی تنها امیدی من، توی راهی سفیدی من، رسید وقتی دعا گویی
دختران نازنین میگویند که مادر چخیل انسانی نحس بوده است که یک طعامی با لذت پزد هم میخواست است برای فرزندانش به هم بیند. امروز باشد فرزندان عزیز میگویند کم باشد هم من را جای زیاد ببینم. برای ارزنده و زیبنده مادر مهربانی ما گوشوارهای طلا تیار کردیم برایشان تقدیم میکنیم. هزار رحمت برای بی جانمان میگویند. مرحمت فرزندان مبارک باشد. درگاهی خدا زاری نمودم خداوندا نگهدار مادرم را همین از آرزوها میدم خداوندا نگهدار مادرم را همین از آرزوها میدم روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاهای بدیدی روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاهای بدیدی گرفتی بهر فرزندت لباسی زر و زیور به یاری خود خریدی گرفتی بهر فرزندت لباسی زر و زیور به یاری خود خریدی مگر کردی فراموش برادر برای مادرت چیزی نبردی چرا کردی فراموش برادر برای مادرت چیزی نبردی از درد و هم مادرم داری پناهم مادرم روشنگری دنیای دل خورشید و ماهم مادرم دلجوی من دلبندی من نروچی پناهم مادرم با تو امان یا به زمان صلح و صلاحم مادرم با تو امان یا به زمان صلح و صلاحم مادرم مبارک باشد و اجزا نکشن مغز شیرین میگن. گفتم تا نبیره ها چند تا؟ حالی هم شمارش میدونید ناما اخاطر مبراد مینیمی؟ البته بگذار همیشه اخاطر براد و اطرافات ما نبیره ها پروانه شوند. بابا جانی عزیز پنسیه گفتید میگفته پشتتان دویده گردن و از نام صدرالدین و ابراهیم جان یک پرتریتی کلان تیار کردیم برای آنا جان و بابا جانشان. مرحمت مبارک باشد. زادروز مبارک. صدرالدین ابراهیم کنی یک تا تبریک کنیم که بیا پیش ما به هر جایتون. بابا جان آمد جان تبریک میکنم صد دارید. Поздравляю вас, дедушка, бабушка, я вас очень сильно люблю. رحمت کنی نبیرایم تبریک دیانا بانو. مرحمت. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Assalomu alaykum onajon va bobojon. Bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Bugun sizga uzoq umr, sa'at, salomatlik tilayman. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. İki qalak ektimda bujonlar assalom. Bizni mehla boqqan onajonlar assalom. عبدالغنی تیم تبریک میکنیمی؟ گریخته و البته در اینجا شیرینی هست. جشن زادروز 63 سالگی پیغمبر سالی را مبارکباد میگیم. مرحمت شیرینی را نزدیکتر میبیاریم. همراه اکتم آقا همراه عروستان شیرینی را میبرید کن. امروز 45 سالگی توی است. مبارک باشد.
همه بینید که خیلی مانند نامشان سر و لباس فیروزه‌ای پوشیدند. چهرهشان را بینیم اگر شادروان همون چینیانه به خاطر می آیند. چهره پر از نور دارند. می‌خواستیم یک تا سراول نیت‌های نزدشان رو شنویم برای خواهرشان. مرحبا. من می‌خواستم همه خونه که من داشتم بوده امروز روز 45 سالگی روز تویشون بوده 60 سالگی یانگام بوده 63 سالگی همه خوشم دمروی درستی هفته جانشین افشتی مراجعان روزای نقد بینن بیدرشن بیرنشن سر هم دکت ساک سلامت کردن یک دو کلون سه مول شیمو کم نشه قطر همه افمان نشته روان هم مهاتون ساک سلامت کرده الهی رحمت تشکر. خورسندم شعرهای چینیامه نگفته نه؟ شما میخونید میاد سروده شده؟ رحمت. کلید پاشا مرحمت. اولین بار السلام علیکم همتون خوش آمده در روزی شکرانه بی ملام الهیم 100 ساله شوند همه وقت روزای نزد دیده گردن ملامت که خوش پیر شوند دستری ماها دستری نوراشون همه وقت ساق سلامت باشند با یک بار زاد روز مبارک شود. رحمت. مرحمت دختران. السلام علیکم مهمانان عزیز دادا جان بی جان تبریک میکنم صد بدره الهی چستر ما ساخ سلامت گرده تبریک میکنم دادا حج کن سگردن میگیره کن حج میره خدا خواهد نصیب که باشه. رحمت. از نام مهمانان دوگانه ها مرحمت. السلام علیکم هم یکاتون خوش آمده در درگاهی دوگانه عزیزم میره که دیده توجه سر من امروز دوگانه عزیزم زاد روز دارد ولایتو الهیم بیدار شو بیغم شو سری فرزنده خود به همه وقت ساق باش سلامت باش اکم کتی قوشه پیر شو پیری براحت شو همه وقت یافتگیت کتون در روزکوی نیک در روزکوی توی رو مراد جان یکم کلون کتی پیری با دولت در سرک فرزندات همه وقت ساق باش سلامت باش دخترکای دوگونی کم هم یکاتون شما هم در اویلکاتون تینجی آسایشتگی هم یکاتون ساق باشه سلامت باشه هم یکاتون خوش آمده زاد روز مبارک دوگانه عزیزم الهی صد بدرو بعد از وقت پیر شو پیری براحت شو این روزی گنده که همی خیلی روزکای نیک بد شده که زده منم مخنود را بگم. السلام علیکم مهمونکا خوش آمده درگاه دوگانه من و الهیم دوگانم 100 ساله شود حج به سفر که آمد دیگرش الهیم حجای کلام به سفر کنند ما هم همین روزکوبه الهیم رسم آمد مراجعان در رحمت دخترکوبه رحمت همه خیلی تشکیل کردیم نقص دوگانه کن ساق باشه سلامت باشه اتماته کدی دیاشون خوشه خریمیش کنن الهیم ساق باشن سلامت باشن دوستی ماها همه خیلی همه وقت بردوام باشه. رحمت. اکنون پیش از نوبت رو برعکس دادن در اینجا ابراهیم جان نبیره معروف بازار یک صورت تیار کنیم کنی مرحمت. مرحمت صورت ها برای شمایان میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک.
بیا بابالینم شبنم گلینا بیا بابالینم هر کاکل زد اختری دارد در خانه عشق دل بری دارد هر کاکل زد اختری دارد در خانه عشق دل بری دارد آی اوج و برار بیا بابالینم شبنم گلنار بیا بابالینم آی اوج و برار بیا بابالینم شبنم گلنار بیا بابالینم آی انار انار بیا بابالینم شبنم گلنار بیا بابالینم آی انار انار بیا بابالینم شبنم گلنار بیا بابالینم
تو شب من تاریکه با من باشی عشقا دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من بیبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من بیبر من مهتاب خوشگل شبای من تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست شده تو دفترم شب تو را میخوندم تو من باشا میگفتی که بهار میموندم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من بله دوباره باشه بستنی روی من گوشه روی من سری سیما باشیدی روی من بستنی روی من گوشه روی من سری سیما بستنی روی من گوشه روی من سری سیما باشیدی روی من بستنی روی من گوشه روی من سری سیما
اینک بیننده های عزیز، امروز در این باد و هوای بهارانه در خانواده یکتمتاغا مهمان شدیم. البته مادر عزیزی خاندان حاجیانا را در جشن زادروز در روز میلاد عمرشان تبریک کرده این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید با شبکه شهنان. خدا خواهد در برنامه نو در باغ زیبای یکتمتاغا همراه شمایان دیده به دیده میرسه. نصیب باشد. اگر سلامت باشید.